کارهای برطرف‌سازی عاقبت ناخوش آفت طبیعی در محله ناصر خسرو شهر خاروغ و دیگر جایهای آسیب یافته نواحی ولایت جریان کامل داشته، در این عمل و کار خیر نمایندگان کل طبقه‌های جامعه اشتراک فعالانه دارند. از لحظه‌های نخستین سر زدن این حادثه‌های ناخوش، وضعیت پوره زیر توجه و راهنمایی پیشوای تاجکان جهان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار گرفته، طبق دستور سرور دولت برای ضرر دیدگان کمک‌های پولی و مالی و اینچنین روانی رسانیده شده. کارمندان اداره و ساختارهای گوناگون به برطرف‌سازی عاقبت‌های ناخوش این آفت سفربر گردیدند. طی 4 روز بهر پیدا نمودن آنهایی که زیر ترمه ماندند، تمام نیرو سفربر گردیده. امروز آخرین گم شده این آفت از زیر ترمه پیدا گردیده به خویش و تبار سپریده شد. ساکنان شهر خاروغ و نجات دهندگان از نواحی ولایت در بر نمایندگان ساختار و مقامات گوناگون دولتی و رئیسان شهر و ولایت سرجم بوده، شبانه روزی بی تنفس با نفبتداری زحمت نمودند. این سرجمعی پیر و برنا در گرد و اطراف رهبران شهر و ولایت در این روزهای برای ساکنان شهر خاروغ مشکل بار دیگر شهادت از آن داد که در یک مرامی و همراهی می توان همه گونه مشکلی را پس سر کرد. هر یک کار انجام داده از هدایت و دستور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سرمنشأ گرفته، سرجمعی و مسئولیت دست جمعانه اهل جامعه برای ضرر دیدگان نیرو و توانایی کامل بخشید. آفت طبیعی نه اینکه با منزل ها با شهر خاروغ ضرر کلان رساند، بلکه اینچنین ضرر جانی رساند و ما خیلی متاسف هستیم که در بین این فوتیدگان دانشجویان دانشگاه شهر خاروغ نیز هستند و 4 روز شده است که ما کارمندان دانشگاه دولتی خاروغ شهر و انستیتوت علمای گومانیتاری اینچنین تمام مؤسسه های ولایت یکجا شده در نزد ترمه کار کرده ایستادند و دیده ایستاده ایم که در همین مدت 4 روز همون از خرد و کلان تمام شهروندان تاجیکستان قریب در اون کسانی که در اینجا ادای خدمت حربی میکنند و همچنین تمام ساکنان شهر خاروغ به پا خیستگی و یاری کرده ایستادند و اما وقت پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ما را هدایت میکند که ما باید با هم کمک رسانیم و حقیقتا چخیلی که در همین 4 روز دیده ایستاده ایم همشون اختیاری آمده ایستادند و کمک کرده ایستادند. پیشوای ملت میگوید که ما باید یک دل و یک مرام باشیم و محض همین یک دلی و یک مرامی ما را از هر گونه فلاکت ها نجات خواهد داد. هنوز از نخست لحظه های سر زدن این آفت طبیعی طبق سپارش پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، مقامات شهر و ولایت موظف گردیدند که برای نجات دهندگان و همه آنهایی که خود اختیاری به این کار خیر دست زدند تمام شرایط و امکانیت فراهم آورند. این است که همه روزه در مرکز فرهنگی معرفتی محله ناصر خسرو شهر خاروغ برای زیاده از 500 نفر سهمگزاران برطرف‌سازی عاقبت آفت ناخوش یک وقت خوراک گرم نصف روزی تشکیل گردید. در فضای سرد زمستان در زیر برف و باران نمایندگان مقامات و ساختارهای گوناگون دولتی، مسئولین اداره‌های گوناگون، شخصان خود اختیار و اینچنین ساکنان شهر خاروغ در کارهای جستجویی شرکت ورزیده خوراک نصف روزی را همه روزه در مرکز فرهنگی معرفتی محله ناصر خسرو اختیار نمودند که این از تاکید و دستور پیشوای معظم ملت سرمنشأ گرفته بود. رئیس محله ناصر خسرو فرمانشاه سهراب شایف نقطه‌های کلیدی پیام پیشوای ملت را وابسته به متحدی مردم تاکید نموده عرض داشت که سرجمعی کل مردم بردی اهل جامعه می باشد. یکی از ضرر دیدگان این آفت که 23 نفر اعضای عائله او امروز در مهمانخانه زندگی دارند چنین گفت: یک زمان ما کتاب می‌خواندیم میگفتند که یک پادشاه بود است که بسیار عادل، یعنی با نام نوشیروان، انوشیروان عادل. امروز ما همه انوشیروان عادل در سیمای پرزنت خودمان دیدیم و دیده ایستاده ایم که امروز برای ما چه خیل سخی کرده ایستاده، چه خیل دست سخا را دراز کرده است، چه خیل یاردم کرده ایستاده. از اینجا همه مردم از عمق دل میگوییم که رحمت به جناب عالی، به این رحمش، به این انصافش، به این عقل و خرد والیش که امروز در همه روزا با ما است. امروز از ما جدا نیست، گرچنده که من دورم باشم از مرکز، لیکن جناب عالی در بر ما است.
تمام کماندش در بر ما است. مردمی که در گرد و اطراف سیاست پرزیدنت هستند امروز به ما یاری و دست کمکشان دراز کرده ایستادند. ما هزارها رحمت میگیم به سیاست جناب عالی، هزارها منت داریم و ناامید نیستیم که ما امروز در زیر برف ماندیم و ما امید کلی داریم. چون با دیگر ضرردیدگان این آفت نیز هم صحبت گردیدیم، تاکیداً ابراز داشتند که خود را تنها و ناامید احساس ندارند، زیرا سرور رعیت پرور و مردم حلیم و مهربان را دارند. برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی در محله ناصر خسرو شهر خاروغ جریان دارد. باید قید داشت که همه روزه در ستاد وابسته به وضعیت به عمل آمده از جانب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابرده و رئیس شهر خاروغ کارهای به انجام رسیده تحلیل و جمع‌بندی گردیده برای پیشبرد فعالیت من بعد وظیفه گذاری کرده می شود. برای اهالی ضرر دیده تمام کمک ها در همه گونه سمت رسانیده می شوند.